امروز تولد مامانمه. با اینکه سرما خوردم ولی گفتم باید حسابی سورپرایزش کنم و یه غذای خوشمزه درست کنم بلکه گوشه ای از زحماتش رو جبران کنم. از اونجایی که مامانم عاشق مرغ پرتقالیه تصمیم گرفتم که با بهترین رسیپی براش درست بکنم که حسابی ازش لذت ببره. پس تصمیم گرفتم که این رسیپی رو برای شما هم بذارم که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه میخوای بوی غذات همه جا بپیچه و رنگ و طعمش همه رو دیوونه کنه حتما از ادویه‌های مرغوب استفاده کن. من و تمام اطرافیانم ادویه هامونو از خورش افزار میگیریم که بهترین کیفیت رو دارن. پیجشون رو براتون توی کپشن میذارم چون مطمئنم با یه بار استفاده مشتری همیشگیشون میشی. حتما این غذا رو درست کن چون مطمئنم که عاشقش میشی از بس که خوشمزه است. حالا ببینم شما هم مثل منید وقتی دارید واسه کسی غذا درست میکنید استرس میگیرید حتی اگه مادرتون باشه؟ حتما نظرتو درباره نتیجه نهایی غذا بهم بگو.